أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. صدق اللهم صل إلا ما علمتنا. در آیات گذشته بحث ضلال مشرکین و گمراهی مشرکین را خواندیم و اینکه قل من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا. هر کسی در گمراهی باشه، در شرک باشه، خدای عزوجل او را میکشاند و او را میبرد به سوی جهنم. حال در اینجا علت ضلال هست، دلیل ضلال هست. علت ضلال چیه؟ خداوند میفرماید علت ضلال تسلط شیاطین بر این افراد است که شیاطین را بر خود مسلط کردند و شیاطین اونها را تحریک میکنند، تشویق میکنند به گناه، به معصیت، به شرک، به فساد و اینها هم حرف شنوی دارند. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. یا نمیبینی، آیا خبر نداری که ما فرستادیم شیاطین را بر کافرین که تؤزهم ازا، یعنی اونها را تهییج میکنن، تشویق میکنن، تشویق کردن. تؤزهم ازا تغریهم و تهیجهم علی المعاصی تهییجا. اونها را بر معاصی چیکار میکنن؟ تشویق، اغراء. تغریهم اغراء، تهیجهم تهییجا، تشویق میکنن، تشوقهم تشویقا. فلا تعجل علیهم. اینکه شیاطین کفار را و دوستان خودشون را تشویق میکنن برای عذاب اونها عجله نکن، خدا زود عذاب بده. نه، انما نعد لهم عدا. ما برای اونها میشماریم شمردنی. این تخویف است، این تهدید است. خدا میفرماید ما میشماریم ایامشون را، بالاخره هلاکتشون هم میاد. اون روزهایی که باید نابود بشند اونها را هم ما داریم میشماریم. انما نعد لهم عدا، میشماریم شمردنی. کی هست اون روز که خدا اینها را عذاب بده؟ اینجا اون روز با بشارت اول شروع میشه. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اون روزی که ما حشر میکنیم، جمع میکنیم تمام متقیان را، تمام پرهیزگاران را. تمام متقیان و پرهیزگاران برده میشوند الی الرحمن، به سوی رحمان. وفدا یعنی به صورت هیئت، گروه. بعضی گفتن وفدا یعنی رکبانن، همه سواران متقیان را در محضر الرحمن میبریم که خداوند بر اونها لطف و مرحمت میکند. و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. سوق میدهیم، راهنمایی میکنیم مجرمان را به سوی جهنم. وردن بعضی گفتن عطاشن، تشنه. ورد میدونید که اون محلی را میگویند که آب را از اونجا بر میدارن. بئس الورد المورود، شما خواندید؟ اون جایی که آب میاد از زمین بیرون، از قنات آب بر میدارن. لذا اون ورد را ذکر کرده، کنایه از تشنگی هست. بعضی گفتن نه، وردن در مقابل این وفدن هست. متقین سواران میروند، اینها وردن یعنی مشاتن، پای پیاده میروند به سوی جهنم.
و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، مجرمین را سوق می دهیم، مجرمین را می بریم به سوی جهنم وردن، یعنی با پای پیاده یا تشن لبان می بریم. خب این مجرمین طرفدارانی دارند، بعضی از آلهه بودن که اونها را عبادت می کردن، صدا می زدن، گوشتزن می کشتن برایشون، شتر می کشتن. نه، هیچ که نمیتونه شفاعت بکنه، جای سفارش شفاعت نیست، نفی شفاعت قهری. لا یملکون الشفاعه، مالک شفاعت نیستند، هیچ نوع سفارشی برای اینها هیچ کسی نمی کنه. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسی که گرفته نزد پروردگار عهدی، یعنی کسانی که با خدا عهد دارن بر اونها سفارش میشه. چه عهدی؟ ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید مراد از عهد ای لا اله الا الله، عهدی که شما با خدا بستید، شما اقرار کردید لا اله الا الله. این لا اله الا الله یک تعهدی برای شما ایجاد میکنه، یکی برای الله. تعهدی که برای شما ایجاد میکنه اینه که شما خدا را کاملا فرمانبری بکنید، با خدا کسی را شریک نسازید. همون که رسول الله به حضرت معاذ فرمود میدونی که حق الله بر بنده چی هست؟ گفتی الله و رسولش عالم. گفت که اینکه او را عبادت کنند و با او کسی را شریک نسازند، یعنی همین لا اله الا الله. و بعد فرمو میدونی که حق بنده بر الله چیه؟ اینکه اونها را عذاب نده. پس کسی که با خدا این عهد را دارد، لا اله الا الله را دارد، توحید را دارد، برای او سفارش میشه، برای او شفاعت میشه. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اما این مشرکان چقدر پرت هستند، چقدر از مسیر به انحراف کشیده شدند که به جای اینکه به این عهد عمل کنند، به این عهد پایبند باشند، برعکس و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، چی میگویند؟ رحمان برای خودش فرزند انتخاب کرده، العیاذ بالله. این اتخذ الرحمن ولدا با لا اله الا الله 100% چیه؟ ضد مخالفه، نه؟ اون یعنی توحید، این یعنی شرک. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، این زجر هست بر کفرگویی مخالفین، پیروان شیطان. میگویند رحمان برای خودش فرزند گرفته، نائب گرفته. لقد جئتم شیئا ادا، الله می فرماید ای گویندگانی که چنین میگویید، لقد جئتم شیئا، همان شما آوردید چیز ادن، یعنی بسیار سنگین. ادن سنگین، ای المنکر العظیم، شما منکر بزرگی را مرتکب شدید، گناه بزرگی را که برای خدا فرزند اثبات میکنی یا نائب. چنان این سخن شما سنگین است که نزدیک آسمان ها به انفجار بیان، منفجر بشه. تکاد السماوات یتفطرن منه، نزدیک است که آسمان یتفطرن منه، منفجر بشه و بترکد از این جمله، سنگینی این جمله و از بس که این جمله سخت و کفر بزرگی است. و تنشق الارض، و نزدیک است که زمین شکافته بشه، یعنی زمین پاره پاره بشه. و تخر الجبال هدا، و نزدیک است که کوها بیفته افتادنی. تخر الجبال هدن را گفتن مفعول مطلق تخر هست من غیر لفظه، ای تخر الجبال خرن، هدن یعنی افتادن. از چی نزدیک آسمان منفجر بشه، زمین شکافته بشه، کوها بیفته؟ از اینکه اندعوا للرحمن ولدا، اندعوا به سبب اینکه اونها خواندن برای رحمان فرزندی، از این نزدیک آسمان چی بشه؟ منفجر بشه. در حالی که و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، برای رحمان مناسب نیست، برای الله مناسب نیست، که سزاوارش نیست، لایقش نیست که ان یتخذ ولدا، اون فرزندی و نایبی برای خودش انتخاب کنه. خدا چه نیاز دارد؟
خدا بی نیاز است. همه دنیا، همه من فی السماوات والارض، همه مخلوق خدا هستند، عبید خدا هستند، بنده خدا هستند. چرا خدا برای خودش فرزند بگیرد؟ ان کل من فی السماوات والارض، نیست تمام اونهایی که در آسمان ها و زمین است، یعنی تمام فرشتگانی که در آسمان ها است و انبیا و جنی و انسی که در زمین است، الا آت الرحمن عبدا، مگر می آیند پیش رحمان. آتی اسم فاعل است، یعنی می آیند، کسانی هستند که می آیند پیش رحمان به عنوان عبد می آیند، به عنوان غلام و برده می آیند. لقد احصاهم وعدهم عدا، الله تعالی همه را احاطه کرده، یعنی همه را می داند و برشمرده اونها را برشمردنی. الله همه را برشمرده، همه اونها را الله تعالی در علم خدا هستند. کیا هستند؟ چه مقداری هستند؟ و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه اینها می آیند پیش خداوند فردن. فردن یعنی چه؟ تک تنها. این نیست که اینها با هم دیگه یک نسبتی داشته باشد، همه پیش خدا به تنهایی می آیند، یعنی محتاج خدا هستند. تفسیر روح المانی اینجور تفسیر کرده این و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، یعنی کل من فی السماوات والارض، تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند، چه فرشته ها، چه انبیا، چه بشر، چه جن، العابدین والمعبودین، اونایی که عابدن یا اونایی که مردم به عنوان معبود اونها را انتخاب کردند، همه می آیند آتیه عز وجل منفردا عن الاخر، پیش خدا می از دیگری جدا. فرد یعنی چه؟ از هم دیگه جدا. فینفرد العابدون عن الالهة التي زعموا انها انصارا و شفعاء، عابدان جدا میان از اون معبودانی که فکر میکردن این معبودان چی ما هستند؟ خدایان ما هستند، سفارش کنندگان ما هستند. والمعبودون عن الاتباع الذين عبدوهم، و بعض معبودان جدا از این اتباع خودشون، این اتباعی که اونها را عبادت کردن، همه جدا از هم میان. کلهم آتیه یوم القیامت فردا. این نیست که گروهی حزبی با هم، نه، هر یکی نفسی برای خودش فکر میکنه. اما بعد از این وعید خدای عزوجل بشارت بیان میفرماید: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، همانا آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اونهایی که خوب زندگی کردند، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب در دنیا، این ثمره دنیوی است، قرار میده برای آنها خود رحمان ودا، دوستی. چطور دوستی؟ یعنی خدای تعالی محبت اونها را در دل مخلوق می اندازد. کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند، خدا دوستی اونها را، محبت اونها را در دل خلائق قرار میده. خود خدا هم اونها را دوست داره، به بندگانش میگه، این بندگان به بقیه مخلوقات میگه ای مخلوقات، این بنده را من دوست دارم، شما هم دوست داشته باشید. ماهی ها او را دوست دارند، پرندگان او را دوست دارند، چرندگان او را دوست دارند، انسان ها او را دوست دارند، فرشتگان او را دوست، همه او را دوست دارند، چون خدا دوستش داره. خداوند دوستی او را در قلب همه القا می کند. سیجعل لهم الرحمن ودا. پس این بشارت شد. این کسی هست که در دنیا این جایگاه را داره، در آخرت که شما خواندید پیش خدا میره در بهشت. فانما یسرناه بلسانی، که در پایان سوره، این سوره مریم که این سوره واقعا دفع شبهات کرد، حقیقت عیسی و مریم را بیان کرد و حقیقت انبیا را بیان کرد. این قرآن چیز ساده به زبان شما ما نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم، به وسیله این قرآن تفهیم کن و کسانی که ایمان می آورند و تقوا را انتخاب می کنند اونها را مژده بده، بشارتشون بده. فانما یسرناه بلسانک، جزی نیست که ما این را آسان کردیم به زبان تو،
لتبشر به المتقین، به وسیله این قرآن اهل تقوا خدا ترسان را مجده و بشارت بده، و تنذر به قوما لدا، تا اینکه بترسانی به وسیله این قوما لدا، قومی که اون قوم لد هست. لد یعنی چه؟ یعنی جدل کننده، کسانی که درگیر میشن، جر و بحث میکنند، اونایی که عناد دارن، ضد دارن، قوم متخاصم، قوم ضدی، قوم عناد کننده، اونا را بترسون. و الله تعالی می فرماید که نه تنها از عذاب آخرت بلکه از عذاب دنیا هم بترسان. در این دنیا ببین چقدرها را ما از همین قوم لد هلاک کردیم. و کم اهلکنا قبلهم من قرن، چقدرها را ما هلاک کردیم در قرون گذشته. تمام اقوامی که ما خواندیم خدا نابودشون کرد. هل تحس منهم من احد؟ آیا احساس میکنی از اونها کسی را؟ کسی هست الان از بقایای قوم فرعون کسی پیدا میشه؟ قوم لوط چی؟ قوم عاد چی؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا؟ آیا برای یا اینکه برای اونها پیچ پیچی میشنوی؟ رکز میگوین صدای آهسته شون را، یعنی کوچکتری صدایی، اثری از حیات، اثری از زندگی برای اونها میبینی؟ معنی اینه که ما کلن اونها را از بین بردیم، ریشهشون را برکندیم، حتی صدای خفیفشون را شما نمیشنوید. حتی لا تسمع منهم صوتا خفیفا فضلا من غیره، صدای آهسته ای که فقط اثری از حیات اونها باشه حتی شما نمیشنوید، چه برسد کمال دیگری از اونها ببینید. پس خدای تعالی وقتی نابود بکنه کاملا نابود میکنه. بنابراین کسانی که در مقابل توحید پروردگار هستند، کسانی که ایمان ندارن و شرک میکنن، هم برای اونها عذاب در آخرت است و هم برای اونها عذاب در دنیا است. سوره مبارکه مریم را خواندیم.